برا از غافلان نزد حضوری اولیا بنشین. چرا رنجوری این درد غفلت را نمیدانی؟ طبیبی حاذقت را یافته نزد دوا بنشین. پروردگارا، این استاد همه ما مردم تاجیکستان حضرت مولوی را خدا رحمت و مغفرت کند که هر یک مصرع هایی که از حضرت وقتی که میخوانیم از ایجادیات او چگونه که حضرت میگوید زی مضمون حدیث و از کلام الله است اشعارم. این اشعار حضرت، این ایجادیات حضرت در هر یک کلمه او چندین آیت و چندین احادیث های پیغمبری خدا نهفته است. این حضرت به همه ما و شما چه به محله شما هم مراجعت دارد که هر جایی که اگر نشست میخواهید، هر جایی که صحبت میخواهید، باید که در اطراف پارساها و در اطراف اولیاها و در اطراف دوستان خدا و عالمها شما جمع شوید. انشاءالله از همنشینی اینها شما هم در دنیا و هم در آخرت خیلی برد کلانی میکنید و خیلی اجر زیادی هم انشاءالله شما برخوردار میشوید. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم در یک حدیث مبارک برای ما پیروانش، ما امتانش میگوید: این الدنیا ملعونتون ملعون ما فیها الا ذکر الله تعالی و ما والاه و عالما او متعلما. پیغمبر خدا همین دنیایی که ما در او زیست داریم، زندگی داریم، حیات داریم، خانه داریم، کارخانه داریم، این دنیا را ملعون گفتن. ملعون هست گفت. و آن چیزی که در این دنیاست ویم گفت ملعون است. مگر چرا حضرت استثناء کردن، جدا کردن؟ الا ذکر الله تعالی. مگر همین مجلسی که الحال ما و شما در اطراف او جمع شدیم، انا همین معرکه‌ای که الحال با ایشان خداوند برکات دیاد برای ما و شما آماده کردن، انا همین حضرت از ملعون بودن جدا کردن، بلکه این خیر گفتن، بلکه این نور گفتن، بلکه این مجلس خیلی پاداش کلانی دادن که در صحیح مسلم حدیث روایت می شود که حبیب خدا می گوید: لا یقعد قوم یذکرون الله الا حفتهم الملائکه و غشیتهم الرحمه و نزلت علیهم السکینه و ذکرهم الله فی من عنده. یعنی در یک مجلسی که الحال بابا ایشان اعلان کردن خواه نیم ساعت است، خواه یک ساعت است، در همین مجلس برادرای عزیز شما در زمانی که بالای کرپچه های ملایم نشستین و از تمام نعمت شکم های شما سیر است، یعنی هیچ آزار از این مجلس شما در دوام یک ساعت نمیابین، بازم این پروردگار برای شما 4 مکافات، بهترین 4 اجر و نصیب تان گردانیده ایستاده است. این چه است؟ حفتهم الملائکه، یکم بشارت، یکم مجده، یکم اجری که برای ما و شما الحال خدا میدهد این است که اطراف ما و شما را ملائکه های رحمت احاطه میکند. ما و شما الحال خالدانی بابا ایشان این محله در احاطه ملائکه های رحمت قرار داریم که اگر چند ما و شما دیده نمیتوانیم، اگر چند ما و شما حس نمیکنیم، لیکن شما همچنان یقین دارین که در اطراف ما و شما الکه ملائکه هایی که در بعض حدیث های مسلم باز ملائکه های سیاره میگویند که ملائکه های سیر کننده هستند در آسمان، وقتی این گونه مجلس که دیدن پایان میشوند در مجلس ما و شما حضور دارند. الکه یک بشارت، بهترین نعمت که این احاطه کردن ملائکه های رحمت است. دوم چیست؟ و غشیتهم الرحمه، رحمت پروردگار بالای این خاندان و بالای سر هر یک کدام شما باریده ایستاده است. هر کدام شما الحال از رحمت پروردگارتان برخوردار شده ایستاده ایم. از روی چی هستیم؟ از روی انا همین مجلسی که ما و شما در اطرافش نشستگی هستیم، از همین ذکری که الحال در اطرافش ما و شما صحبت داریم. دوم نعمت
این از رحمت پروردگار برخوردار شدن هر کدام ما و شما هست. سوم، و نزلت علیهم السکینه، سکینه اطمینان قلبی، آرامش دل. بعضی عارفان ما و شما در معارف الحدیث میگوید که جمع خاطر، در همین مجلسی که الحال ما و شما نشستیم جمع خاطر علاقه حاصل می شود، اطمینان قلبی، آرامش دل در شما پیدا می شود. آرامش دل هم خیلی نعمتی کلان است. باور کن این دلها خیلی بیقرار هستند، تشویش های زیاد دارند، هر گونه خیالات ها در داخلش دارند، لیکن در این گونه مجلس چگونه در سوره رعد پروردگار الا بذکر الله تطمئن القلوب میگوید، البته در ذکر پروردگار دلهای شما آرام میگیرد، که این الحال در ما و شما چه هست پیدا شد. این سیوم نعمتی که الله برای ما و شما میدهد این آرامش دل است، اطمینان قلبی هست. چهارمش باز از اینهاش هم زیباتر و از اینهاش هم با بالاتر، و ذکرهم الله فی من عنده، پروردگار در نزد ملائکه های مقرب خود هر یک کدام ما و شما را نامگیر میکرده است. چی میگفته است؟ صاحب همون کتاب معارف الحدیث میگفته است این فرزندهای آدم مرا ندیدند، فرزندهای آدم جنت را ندیدند، دوزخ را هم ندیدند، فرزندهای آدم معلم خودشان سرور خودشان محمد صلی الله علیه و سلم الحال به مجلس ما و شما ندیدند، لیکن بازم این با یک سوز و گداز و با یک شوق یاد پروردگار را میکنند. این گونه نامگیری ما و شما در نزد ملائکه های مقرب از طرف پروردگار را مصدا میدادند. این چهار نعمت الحال ما و شما در همین گونه معرکه برخوردار میشویم. در یکی از اینها ما خبر دادیم که اطمینان قلبی و آرامش دل، سکینه در ما و شما پیدا می شود. صاحب همین کتاب معارف الحدیث میگوید اگر مبادا که در این گونه مجلس بعض شخصیت های پیدا شوند که خیلی بی‌طاقت شوند، هست این گونه وجود، این طریق انسان ها هم وجود دارد که بعضی هاش میگویند که نخواه که در توی امر معروف باشد، چرا مثال حافظ نیست، چرا رقاصه نیست، چرا پازنی ها نیست، و هر گونه بسیار یک عقیده های خیلی نادرست را در بین مردم میخوان منتشر کنند. اگر میگوید صاحب کتاب که در این گونه معرکه اگر انسان بی‌طاقت شود، انسان آرامش دل نیابد، الله که میگوید و انسان بیمار است و انسان الله که ایمانش کامل نیست. اگر ما و شما مراجعت به سوره طه کنیم، خداوند در سوره طه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعمى قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك یوم تنسى. پروردگار در این آیت که میخوام تفسیر این از معدن حال از حضرت مولوی جنونی گوش کنیم که حضرت چگونه گفتند: زی ذکرم آن که رو تابد به دنیا، کسی در دنیا، که این معنای همین سوره آیتی که از طه خواندیم، زی ذکرم آن که رو تابد به دنیا، کسی در دنیا دوست دارنده موعظه نیست، دوست دارنده داعی ها نیست، دوست دارنده موعظه نیست، معرکه هاش با این گونه صورت میگیرد. حضرت مولوی چی گفتند در تفسیر این آیه؟ زی ذکرم آن که رو تابد به دنیا، و فردا حشر سازم زیشت و اعما، زی زیری خاک خیزد دیدهش کور، سیاه گشته دلش چون لیل بی نور، کنن ناله همان بنده به مولا، که حکمت چیز چشمم کرده اعما، و دنیا داشتم دو چشم روشن، بکردی کورش ای دارنده ای من. این انسان در روز قیامت پروردگار وقتی از قبر میخیزانده است نابینا هست. انسانی که از ذکر پروردگار میگریزد، از قرآن خداوند میگریزد، از احکام پروردگار میگریزد، روز قیامت پروردگار با او چی معامله میکرده است؟ زود است باور که پدرای عزیز، ما و شما یک روز نه یک روز این دنیا را ترک میکنیم. این دنیا جای ابدی برای ما و شما نیست. یک وجب راه هست بی دل از تو تا دامان خاک،
در سر میزگان چو اشک ایستاده هوشیار باش. ما و شما مثل همون اشکی سر میزگان هستیم. امروز این فردا این فرقی ندارد، کفالت ندارد این تنی صحتی ما، این جوانی ما یا این کارهایی که در پیش داریم، هیچ کدام این کفالت ندارد. هر یک زمان گفتی همون شاعر عرب الموت یأتی بغتة، مرگ ناگهان به سر ما و شما می آید، به سراغه هر کدام ما و شما می آید. یک روز نه یک روز ما و شما از دنیا می بردارد. وقتی که می بردارد خوش به حال ما که اگر ما و شما دوست دارنده این گونه معرکه ها باشیم، دوست دارنده عالم ها باشیم، دوست دارنده موعظه ها باشیم، خوش به حال ما. و الا اگر عکس این داشته باشیم، یعنی نافار باشیم، روز قیامت حضرت مولوی جنی را گوش کردیم میگوید انسان خداوند نابینا از قبر میبردارش. نابینا هست، چشمهاش نمیبینه. این بنده ای که در دنیا اینقدر نالایق بود، اینقدر رفتارهای نادرست بود، از ذکر پروردگار میگریخت، باز ناله به سوی پروردگار میکرده است. میگفته است ای پروردگار، من در دنیا چشم بینا داشتم، ما با این چشمای بینا میاد دارم که زن ما میدیدم، فرزندان ما میدیدم، کارخانه داشتم، زمین داشتم، چرا امروز چشمای من نابینا هست؟ خدا گوید در جوابش چی میگوید؟ خدا گوید ای مخلوقی نادان، به دنیا دادم نعمت فراوان، بدادم دست و پای و چشم بینا، دلی دانا زبانی ساز گویا، بفرمودم تو را بر ذکر گویی، زی دشمن اعتراض و دوست جویی. خداوند میگفته است ای انسان، گفته است ای انسانی نادان، بغیر این دو چشم بینایی که تو شکایت داری، بغیر این با من تو دست داده بودم، من برای تو پای داده بودم، من برای تو چه اعضاهای دیگرم داده بودم، لیکن تو را من وظیفه‌دار کرده بودم. تو از بابای ایشان شنیده بودی، از بابای حاجی شنیده بودی که اونها میخواندن این السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول. این آیت در بین شما تحلیل میکردن که چشمهای شما، گوشهای شما، اعضاهای شما در نزد پروردگار مسئول هستند. اینا یکایک از احوال ما و شما روز قیامت خبر میدهند که این چشمها را در کدام راه صرف کردیم، دستها را در کدام راه صرف کردیم، پایها قطعی در کدام منزلها قدم زدیم. هر کدام این از حال ما و شما در نزد پروردگار خبر میدهد. چشم از برای دیدن آیات قدرت است. حضرت سعدی میگوید این چشمهایی که دارین، اینا را شما از این زنهای نامحرم، از این دخترهایی که امروز اینقدر افلاس شدن، چشمها را پشانین، از حرام کرده های ما را نظر نکنین. چشم از برای دیدن آیات قدرت است، گوش از پی شنیدن اخبار حکمت است. این گوش هایی که دارین، این باید که فقط صحبت گوش کند، باید سخنهای نیک گوش کند. این از تهمت و بهتان و غیبت دور باید باشد. حضرت سعدی غضبناک شدند و گفتند هرگر که حق نبیند و حق نشنود کسی، هرگر که حق نبیند و حق نشنود کسی، کور و کر است بلکه از آنم فروتر است. البته آن زبانی که امروز گنگ است. ما دیروز یک معرکه در نشستیم، یک شیخ دیگه پیدا شد در پهلوی ما، گفت همه حاجی احمد خاموشیش خوبه، این قدر ملامت به سر خودت خریدن چی در کار، خاموش بگرد. آخی خاموشی در این جمعیت جنایت است، چگونه خاموش بیستی؟ این مردم همه زردشت و همه نصرانی شد، آخه همه خواهرای ما و شما از تمام رمکه انسانی برآمدن، خاموشی چی در کار است؟ و حضرت سعدی خدا رحمتش کند نخواه قدم ایشان قدم شیخ نداند. زبان ای برادر در دهان چیست گفت؟ کلیدی دری گنج صاحب هنر، دری که بسته باشد چی داند کسی که جوهر فروش است یا پیلور. این زبان این خداوند نداد که ما و شما سکوت همتا خاموشی را برای خود اختیار کنیم. من با او کس گفتم و چند حدیث بر ما هم آورد، گفتیم ما هم حدیث خواندیم، پیغمبر خدا گفتن من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. او لیصمت دویم درجه گفتن. اگر رسول اکرم زنده و حیات میشد باور کن امروز این عالم هایی که خاموش بدن یا را چی حکم های میبراورد. امروز زمان خاموشی نیست. امروز باید که ما و شما چیکار کنیم؟ هر یک خاندان شما بابای ایشان حاجی هستین، هر کدام. این دعوت در دیروز ما در یک معرکه هم گفتیم
که دعوت فقط در ذمه بابا ایشان نیست، این دعوت به ذمه همه ما و شما فرض است. امروز در لب دسترخوان که نشستیم، از یک فلانی را تعریف کردن و از یک مسئله های سیاسی را گپ زدن، دختر و فرزنداتان را تربیت کنین. شرط نیست شما آیات قرآن تحلیل کنین، شرط نیست شما متن حدیث خوانین، بلکه با همین زبانهای شیوه های تاجیکی خودتان دختر تا با سطر کنی، میتونی بچه تا نماز خوان کنی، میشود. از همون خانه های خودتان شروع کنین. همین هم خودش دعوت است، همین هم موعظه است، همین هم شما همون بشارت هایی که در حدیث خواندم، همین پروردگار برای شما نصیب میکند اگر شما کوشش کننده در اولاد اجدادتان باشید. این انسانی که از قبر میخیسته است، پروردگار به او میگفته است این چشمی که من دادم این وظیفه داشت، این دست ها وظیفه داشت، این زبان وظیفه داشت. خدا گوید ای مخلوقی نادان، و دنیا دادم نعمت فراوان، بدادم دست و پای و چشم بینا، دلی دانا زبانی ساز و گویا، بفرمودم تو را بر ذکر گویی، ز دشمن اعتراض و دوست جویی. حضرت در آخر پروردگار چی میگوید؟ چه یک وعیدی سخت چی میکند؟ با دنیا کرده ای ما را فراموش، دنیا را فراموشتون کردی، دنیا را فهمیدی که خانه بابایشان در موعظه است، رفتی از پای کارت، یا که گفتی خیلی در اون معرکه اشتراک کردن ما چی در کار است؟ و دنیا کرده ای ما را فراموش، منم سازم تو را اینجا فراموش. الله میگفته از اینجا ما تو را فراموش میکنیم، زیرا تو در دنیا ما را فراموش کردی، زیرا در دنیا تو از حکم و احکام ما دور بودی. امروز ما هم در این محشرگاه تو را فراموش میکنیم. لیکن فراموش کردن ما زلال شبینید، فراموش کردن پروردگار بسیار مشکل است. یعنی مقصد این است که از رحمتش، از راحتش ما و شما را دور میسازد. گوییم که چگونه که حبیبی خدا در حدیث ها میگوید لا سهم فی الاسلام لمن لا صلاة له، برای انسانی که نماز ندارد، نه در دنیا و نه در قیامت قدر قیمت ندارد، در قیامت این گونه انسان ها هم به قدرترین انسان به شمار می رود. خوش به حال همه ما و شما که امروز در چنان معرکه نشستیم که انشاءالله این بشارت ها را از خود کردیم. این یک ساعتی که حتی جنتی ها لیس یتحسر اهل الجنه الا على ساعت مرت بهم لم یذکر الله تعالی فیه. حتی جنتی ها را بین از همه نعمت برخوردارند، چی خیمه ها، چی زن ها، چی نوش و نعمت ها، لیکن برای یک ساعت اونها هم حسرت داشته اند. اون کام ساعت است؟ انا همین ساعتی که ما و شما نشسته ایم. افسوس یعنی را میخوردن که کاش که ساعت های ذکر در دنیا زیاد میشد، کاش که ساعت های موعظه زیاد میشد که ما رفته گوش میکردیم و اینقدر مرتبه و درجه و نور برای خودمان برخوردار میکردیم. خوش به حالتان. خداوند بابای ایشان باز هم دولتش زیاده بگرداند، ایمانی کامل و این فرزندش حامد جان است. خداوند زندگی اسلامی و فرزندهای خوب و سالم و صالح نصیب و روزیش بگرداند. آمین یا رب العالمین. عطا کننده هر انس، ای ترحم کننده زیر لحد، رحمتت را نه انتهاست نه حد. ای نگارنده زمین و زمان، دار ایمان ما ز نقص امان. صلوات حق اغلب و اکثر، به عددهای ریگ و برگ شجر، عددی قطره های ابر و بحار، باد بر روح سید مختار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم استاد بزرگوار، مهمان گرامی قدر بابای حاجی دامولا میرزا، چنانه که خلق کولاب میگویند، خوش آمدید به این دیار ما. محترم موی سفیدان شب زنده‌دار و دعاگو، هم صحبت نهایت موجز و کوتاه از مکتب قرآن داشته باشم. موضوع صحبت من عاید قرآن است. این کتاب مقدس این چه کتاب است و مسلمان چی می‌فرماید، چه فرمان‌ها می‌دهد؟ آیا دشمنان دین عاید این کتاب تا به امروز، از امروز تا به قیامت چی گفتند و چی گفتنی‌های داشته؟ اگرچه سخنانی که قبلا شنیدیم خیلی پرمضمون بودند، پرمحتوا بودند و کفایگی هم داشتند برای شنوندگان، لیکن میخواهم کمی علاوه باشد.
حضرت علامه اقبال لاهوری در وصف این کتاب مقدس سروش آسمانی که به واسطه پیامبر ملائک جبریل امین طی 23 سال به معلم بشریت رسول اکرم نازل شد می‌فرماید: نقش قرآن تا در این عالم نشست، نقشهای کاهن و پاپاشک است. قرآن که نازل شد، تورات و انجیل منسوخ و بیکار شد. سخنهای پیشوایان دین و مذهب نصارا و یهود همه نقش روی آب شد. فاش گویم آنچه در دل مضمر است، این کتاب نیست چیزی دیگر است. قرآن عظیم نمی شود به کتاب‌های معمولی قیاس کرد. این به صورت کتاب است، در معنا معجزه پیامبر است، 100% چیزی دیگر است. طوری که حضرت گفتند چون به جان در رفت جان دیگر شود. ای شنونده، پنبه غفلت از گوشت بدر کن. وقتا که قرآن روحی تو قبول میکند، قرآن وجدان و ایمانی تو قبول میکند، قرآن از گوش قلب میشنوی، چون به جان در رفت جان دیگر شود. در روح تو یک تبدلات، یک انقلاب داخلی و درونی پیدا می شود. جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. روح تو که تبدیل یافت، تغییر یافت، جهان بینی تو 100% دیگرگون می شود. تو دیگر این انسان عادی نیستی، تو 180 درجه تغییر می یابی. تو به صورت انسان لیک از فرشته و ملائکه در می گذری. امروز برای چی ما تغییر نمی یابیم؟ برای چی 1000 بار حاجی میرزا رو صحبتش شنیدیم، کسیته هاش می بینیم، چوبه هیچ تغییراتی در ما نیست. همون دروغگوی دیرینه، همون پرسینخور، همون ترازوزن، همون غیبتچی. چرا تغییر نمی یابیم؟ برای چی؟ چوبه این سوال دختان نمیتی؟ مثل صورت شما ما رو تماشا داره. شکماسر یک لذت بردنیه، برای آنکه عملی به قرآن نداره. یگان تمام عملی به قرآن نداره. مسلمان قولی نیست، حرفی نیست، زبانی نیست، سطحی نیست، دروغی نیست. مسلمان فعلی می شود، مسلمان عملی می شود. ما مسلمان های عملی و فعلی نیستیم. چون به جان در رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. قرآن تشبیه می دهد مثل حق پنهان و هم پیداست این، زنده و پاینده و گویاست این. قرآن همیشه تر و تازه زنده است. قرآن کتاب پاینده و جاودانی است. قرآن به زبان حال، مثل که ما به شما سخن میگوییم، به هر فرد مسلمان مراجعت میکنه. چی میگوید؟ با مسلمان گفت جان بر کف بینه. این امر قرآن ای عزیزا امروز به جا آوردن، ما و شما نه. اینا جان به کف گرفتن، اینا تمام خطر به خود قبول کردند، تمام تهدیدهای دشمنای اسلام به خود قبول کردند، تمام اونهایی که صد راه اینها میشن آزارشون میتین دقیقه به دقیقه به خود قبول کردند. اینا جان به کف گرفتن. جان به کف گرفتن در وقت میشه همسایت دویده میبیاید: ای عبدالعزیز جان، جان تا در کف گیر و الا هلاک میشوی، میموری، نیست و نابود میشوی، خانت میسوزه، جان تا در کف گیر. قرآن هر مسلمان میگه جان تا در کف گیر. مسئولیت فقط در گردن این 2 نفر نیست در تاجیکستان. هر نفری شما مسئول و جوابگو پیش خدا هسته. فقط همینا جانشون در کف گیرن برای ما شده. با مسلمان گفت جان بر کف بینه، هرچی از حاجت فزون داری بده. از احتیاج خود اموال زیادی در راه خدا صرف کن. برای اعلای کلمت الله، برای پیاده گردانیدن قوانین و فرامین خدا در روی زمین، تمام چیز مثل حضرت ابوبکر و عثمان و دیگران صرف کن. مثل حضرت عبدالرحمن ابن عوف دریغ ندار. مگر ما این خطاب قرآن امروز قبول کردیم؟ یک بار فکر کنیم. گر همه خواهی مسلمان زیستن، تو میخواهی که مسلمان باشی در این دنیای 2 روزه مسلمان حیات به سر بری؟ نیست ممکن. نیست ممکن جز به قرآن زیستن. با قانونهای جعلی و وضعی و پارلمانی و بشری و عمل کردن تو را به هیچ جا نمیرسانن. اینا همش خلاف قرآنن، خلاف راه پیامبرن. تو را هلاک میکنن در دنیا، شرمنده و خجلت میکنن در قیامت.
تو قانون داری، تو معلم داری، معلم تو رسول الله های، قانون تو قرآن کریم های. تو طبیب حاذق داری، رسول اکرم نام داره. تو در دستت رسپت ای جانب این طبیب داری که کسلی های تبابت نشونده تا تبابت میکنه و قرآن عظیم نام داره. امروز ما با کسلی های چون نفاق، منافقی، ضلالت و گمراهی، فاسقی، آغشته در معصیت، کینه، عداوت، حسد نسبت یکدیگر و همدیگر، این کسلی ها عدد ندارن. یگان طبیب در روی عالم اینا را علاج کرده نمیتونه، حتی بابای مقسوم ده مرده هم نمیتونه. اینا را رسول اکرم علاج کردگیه. و این طبیب اگرچه در میان ما نیست، شاگردان این مکتب به مثل حضرت ایشان داملا نوریدین جان هستند، پیروش داملا میرزا و دیگرها هستند. اینا جاینشینای رسول اکرمند، از رسول الله این علم میراث گرفتن، تنگه و طلا نگرفتن. همون رسپت در دست اینا های، شما مراجعت نمیکنی. و تو که بیماری در پای پسرت اگر خار بخلا لینگرد مسکو تای میزنی، برای که مهر محبت بچت از مهر محبت پیغمبر دیده در تو زیادتره، از مهر محبت قرآن دیده بالاتره. من گواهی میتیم قرآن هر روز دشمنای اسلام زیر پا میکنن. پیغمبر تو سال 2005 ماه سپتامبر 11 صورت فسق و فجور خطی کشیدن، یگان تای تو اف نگفته. این دلالت میکنه که مهر و محبت اسلام، دلسوزی قرآن، پیروی پیغمبر در شما نیست. خدا بسیار فریب نکنه، شما یک خود فریبه. نفقه میبرای بعد بزور مسجد میبیایی اگر خدا توفیق تیه، دیگر علاج نداری. کنی دلسوزی، کنی پیروی قرآن پیامبر در کجا ما نمیبینیم؟ شکو مسجدمون خالیه. با ایزا نکشیده آمده با میگه که اظهار میکنه که گویا که ما از مکتب قرآن پیروی داریم، ما پیغمبر اسلام دوست میداریم. یگان نشانش من در یگان شما ندیدم. گر همه خواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. چرا ما این خیل شدیم؟ چرا پدرای ما مسجدی بودن؟ چرا ما دور شدیم؟ چرا ما نفرت از راه اونها کردیم؟ یک علت داره. در طی 70 سال که درهای مسجد و مدارس و مکاتب اسلامی بسته شده بود، دهان واعظا مهر و قفل زده شده بود، در نتیجه مهجوری و دور شدن از قرآن، از سخنان پیامبر اسلام، کاری ما به اینجا رسید. میدونی شما چه خیل شدگی؟ من یک مثال میبیارم برای شما. ما رنگ شیشه در بسته و سربسته شدگیم. همین بکلشگر محکم کن، در یک اقیانوس پرتا 1 سال، 10 سال، 100 سال است یک قطره آب نمیدرایش. ما هم خیلی شدگیم. ما همون بکلشگر در بسته ایم. اقیانوس علمی به پایان قرآن و اسلام است، علمی پیشوایان اسلام است. چی فایده؟ وجود ما دیگر باطل فرا گرفت. از ناخنمان تا فرق سر هرچی خواندیم، دیپلم گرفتیم، اینستیتوت های کیبرنتیکی تمام کردیم، ویشی پارتین شکل تمام کردیم، وسسیوزنی اینستیتوت پیزوچنی پریچین تمام کردیم، صاحب 3-4 دیپلم شدیم، شپکه و پپکه پیدا کردیم. ما متخصص در دروغگویی، متخصص در مردم آزاری، متخصص در نویس، متخصص در حرامخوری، متخصص در معصیت شدیم. ما متخصص قرآن نیستیم، ما متخصص مسجد نیستیم، ما مسجد شناس نیستیم، قرآن شناس نیستیم، ما معاد شناس نیستیم، ما پیغمبر شناس نیستیم، ما فقه شناس نیستیم. ما دیگر ساحه شیطنت در متخصصیم. وجود ما را این باطل فرا گرفت. مع الاسف این باطل ما به صورت حق قبول کردیم. جای تأسف و جای افسوس خوریش همین جا. امروز که مولا میرزا طبیب حاذق جانشین پیامبر، در دستش یک سوزندارو نام داره، داخل او سوزندارو ده پنسیلین ام پنسیلین نیست، پر از آیت قرآن است، پر از سخنهای رسول اکرم است. میخواهد که تو را تبابت کنه، همون کسلی های تبابت نشونده تا وقتی که میزنه ای دلسوزیش میخواه کم کم بیرون کنه، ریاکسیا میتیه. ریاکسیاش خودشون گفتن. یا فش میخوری، به صحبت رفیق خود مشغول میشی، یا ای معرکه بلند میشی دستات افشانده میروی، ای جای من نبوده، این رقاصه داره نه چیزی دیگر گفته.
یا مصیبت بوده، فقط از قرآن، از قیامت، جنت و دوزخ صحبت می شده. انمینه ریاکسیاش چین یک سوزن در بدن تو جا نیست. من چقدر حق پیش کنم؟ نه حضرت داملا کرده میتونه، نه مولا مرزا کرده میتونه، نه کسی دیگر. وجود تو نه باطل فرا گرفته، هیچ خبر داره؟ به صورت انسان، بصیرت از حیوان درگذشته. این قرآن میگه، من نمیگم. استعوذ بالله، اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الخاسرون. وقتی میشوه انسان از حیوان میگذره، در رفتار، در کردار، در عقیده، در جهالت، در رذالت، در داشتن صفتهای رذیله و شیطانی از حیوان میگذره، خبر نداره خودش. بنابراین ریاکسیتون نتیه. محترم عزیزای شنونده، سخنهای پیشواهای دین خوب قبول کنی، از این بیماری ها نجات مییابی، خلاص میشوی، صاحب سعادت، سرخرویی، نیکبختی در دنیا و آخرت میشی. والله ما نابغه های داشتیم، ما سیناها داشتیم، مولانای روم داشتیم، حافظ داشتیم، بیدل داشتیم، حضرت سعدی داشتیم، خیام داشتیم، فردوسی و رودکی، حساب ندارم. امام بخاری داشتیم، امام ترمذی. برای که در 400 سال آخر همه خیلی نابغه یک نفر به جامعه خود داده نتونستیم. چوه این سوال به خودتان نمیتید؟ چوه شاگردای مکتبای ایسیزمی، من شما را میگم، ایسیزمی را میدانی، کمونیسم علمی را خوب میدانی، اتئیسم علمی را خوب میدانی، فلانیسم، قبرستانیسم خوب میدانی، تربیه یافته مکتبای ایسیزمی تو را میگم. چوه یک نفر همه خیلی آدم داده نتونسته به جامعه؟ برای که ویا دست پرورد مکتب قرآن بودن، شاگرد مکتب حدیث های رسول اکرم بودن. بجز دیپلم قرآن حدیث مولا مرزا چی داره؟ پرسش کدام دانشکده عالی را تمام کرده؟ چی دیپلم داره؟ سالا گپ میزنه، سخنش نو به نو تکرار میشه، یا جمله را 2 بار تکرار نمیکنه. این علم، این نور کی به این داد؟ این پیرو فردوسی و رودکی، پیرو سینا و خیام میتونه فخر کنه. تو شاگرد مکتب ایسیزمی، اتئیست پرست و کمونیست، تو این حق نداری. تو حق نداری نمایه بزرگای اسلام و شاگرداشون در دهن گرفتن. در وقت حق پیدا میکنی که پیرو هویا باشی، و یا مسجدی بودن، و یا در دست همیشه قرآن داشتن. تو از این چیزا دوری، چون نمایه ویا رو میگیری؟ تو مایاکوفسکی گو، تو مثلا یک نام دیگه پوشکین گو، تو یک کسی دیگر نام شگیر. تو به پیشواهای ما افتخار نکن، به سامانی افتخار میکنی. نعوذ بالله سامانی کافر بود، مسجدی بود، قرآن خوان بود، مسلمان کامل بود. چرا راه او نمیری؟ کارت مسجد مخصوص کنی. از بالای مسجدان نوشتن زنها مسجد نروند. چی زنها آدم نیستن؟ اما سوره داریم در قرآن به نام زنها، به نام مردها سوره نداریم. اسلام عزیز پایه زن بلندترین مرتبه در نشان داده. دم نزدن، بچه های صنف 11 هم نروند، 16 ساله شده، مکتب بچه حسابه مکتب خان، بکی رو مسجد. 2 موسفید نفقه خوری از همه جا موندگی. خب اینا امروز پگه غنیمتن میمورن، مردن حق همه ما میموره. با مسجد خالی. این است مقصد اساسی دشمنای اسلام. حتی سروزیر سابق اسرائیل، نامشون چی بودن اکو؟ گولدن میر، در یک مجلس خسته گفت که اگر همین مسلمانایی که امروز من میبینم در نماز جمعه و در نماز عیدا، اگر در نمازهای 5 وقتشون همه خیلی مسجداشون پر کنن، این یهود دیگر حیات نداره، مرگ یهود اعلان میشه، اسرائیل خاکش از روی زمین برداشته میشه. سفارش داد. امروز اینا به هر راه و واسطه میخواهند جوانای ما را از مسجد، از جاهای عبادت، از جاهایی که جوان ما از اونجا تعلیم میگیره، تربیه میگیره، درس میآموزه، اخلاق عالی انسانی را کسب میکنه، میخواهند محرومش کنن. میخواهند کجا رو؟ کازینو رو میگویند، دیسکو کلوب رو میگویند، طربخانه رو میگویند، جاهای شیطانی را نشانش میدهند. آینده این ملت چی میشه؟ آینده این وطن چی میشه؟ هیچ انصاف داره؟ امروز فرزندای ما به سبب دوری از قرآن و تعلیمات قرآنی کارشون به جای رسیده، پدرش به جای قبلگاه یا موی سفید میگه اگر حرمت کنه، حرمت نکنه پخن میگه. نمیدونم پخنش چیه. مادرش مخن میگه به جای مادر جان. مگر گذشته های ما دست و پابوسی پدر نمیکردن؟ عقب دعاش گرفته بیرون نمیشدن؟ این تعلیمات کثیف و افلاس و به جز ابلیس این سبق کی آموخت در این بچه های ما؟
بسیار گپ نزنم، بس کن. من رشته سخن درست کردنی نیستیم. من سخن نو سر کردگیم، گپای من به 2 ساعت 3 ساعت تمام نمیشوند. برای همین خاطر استادا سخن کوتاه میکنیم، باز چیزی دیگر گفتنی هست. پروردگار دامالار عمری درازید. در واقع سخن حق گاها تلختر می نماید، گاها درشتر می نماید، لیکن به هر حال مانند دارو که تلخ است و آخر فایده دارد، آخر نتیجه خوب می دهد. خدا خواه شنیدن سخن این دوستای خدا گاها بدنتر صدا می تید، گاها شاید درشتر می براد، لیکن انشاءالله برای روح شما، برای معنویات شما، برای اخلاق شما، برای بیداری شما خدا خواهد فایده خوب دارد. خوب از زن من اگر این توی که توی نکاح است، من میخواهم به حامد جان و کلین 1-2 نصیحت میکنم و بعد از آن مولود میخوانیم، وقت شما زیاد نمیگیرم. چگونه در آغاز خطبهشان داملا مرزا آیه مبارکه را استشهاد آوردن: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هن لباس لکم و انتم لباس لهن. خداوند در این آیت اگرچه خیلی کلمه های کوتاه و جمله خیلی مختصر است، علاقه زیچی بین زن و شوهری را برای ما و شما بیان میکند که این عروس با داماد و شوهر با همسرش چی رابطی مستحکم و چی رابطی زیچی دارند، مانند رابطه لباس با بدن. چگونه که بدن به لباس زیب ندارد، بدن به لباس خنک میخورد، بدن به لباس شرمنده است، مردم به زن نمیتواند زندگی داشته باشد، زن هم به شوهر نمیتواند زندگی داشته باشد. زینت مرد همسرش است و زینت خانم شوهرش است. بنابر حامد جان دادر عزیز، شما را بار دیگر تبریک میکنم به این روز شادی و بهترین روز عمرتان، روز توی عروسی. وظیفه شما پیشتر از همه در پیشگاه خدا این است که همون خدای مهربان و نازنینی که شما را از 2 قطره آب آفرید، شما را در رحم مادر صورت زیبای انسانی داد، شما را برای به دنیا آمدنتان شرایط مهیا کرد، شما را برای زندگیتان در پستان مادر غذا آماده ساخت، شما را پیش از آن که از پستان مادر جدا شوید در دهان شما اره ها پیدا کرد. خلاصه همه واسطه لازمی را برای حیات شما آماده کرد و امروز شما جوان زیبا 20-21 ساله شدید، الحمدلله صاحب عائله می شوید. این خدای مهربانه، این خدای مشفقه، شما باید شکرانش به جا بیارید. شکرانی او این است که 5 وقت نماز میخوانید. انشاءالله که حامد جان، من گمان دارم که نماز خوان بودگی، زیرا که اینا ایشان زاده هستند، اینا اولادند نمازاتان. وقتی که من حامد جان در نظر دارم و خطاب میکنم، شما جوانای ما این کج، جوانای زیبا را در نظر دارم، نمازاتان بخوانید، زیرا که نماز این امر خدا هست، نماز این کلید جنت است، نماز این خوشنود کننده رحمان است، نماز این شکننده قامت شیطان است. نماز بالاتر از همه فرقی بین مؤمن و کافر است. کسی که نماز میخواند او مسلمان است، کسی نماز میخواند او پاسپورت مسلمانی دارد، شناسنامه. کسی نماز میخواند او بیرق اسلام ده صاحب است، کسی نماز میخواند او همراهیش کلید جنت دارد، کسی نماز میخواند او را قبرش پرنور است، او میتواند با سری بلند با چهره کشاده گوید خدایا من بنده تو هستم. اما کسی نماز نخواند این حقهایی که من گفتم ندارد، زیرا که وی خدا هم اجازت نمیتید گوید، پیغمبرم اجازت نمیتید گوید من مسلمانم، اسلام هم اجازت نمیتید گوید من مسلمانم. بنابر دادرای عزیز، جوانای زیبای ما این کج،
جوانی شما همون وقت زیبا می شود که این قامت زیبا را طهارت کنه او بعد از انجام کار بیای مسجد در روبروی قبله در بهترین بقعه در بهترین خانه راست ایستاده الله اکبر گویید، حمد خدا را گویید. بعد از انجام حمد الله اکبر گفته قامت تان خم کنه، زانوها تان قپه، گوی سبحان ربی العظیم. خدایا این قامت زیبا این قامت راست خود من فقط برای تعظیم تو خم میکنم، من فقط در پیشگاه با عظمتی تو سر خم میکنم، نه در پیش هیچ ابرقدرت. انا زیبایی این است. بنابراین نمازاتو بخوانید. خوب گوید حمدلله جلد خنزیری به من تا نگشتم آدمی در بین انسان بی نماز. حتی خوب از انسان بی نماز نفرت دارد. جوانای زیبا، قومای عزیز، ای بس برای من و شما که گل زیبای این عالم هستی شویم خوب از ما نفرت داشته باشد. به خاطر چی نماز میخونیم؟ به خاطر بی نمازی ما. خوب گوید حمدلله جلد خنزیری به من تا نگشتم آدمی در بین انسان بی نماز. رحمتی ازید سزای جبههی بی سجده نیست. رحمت خدا فقط و فقط همون انسان را در بر میگیرد، احاطه میکند، نجات میدهد که پیشانی و در زمین تزلل میگذارد و سبحان ربی الاعلی میگه. خدا این رحمت بکند. پیشانی که آفریدگار خوش سجده نمیکند صاحب او شامل رحمت خدا نیست، زیرا خداوند رحمت شه ان رحمت الله قریب من المحسنین. بنابراین عزیزان من، قومای عزیز ما، این که او سخنهایی که پیشتر میشنیدیم این شعار یهودی ها بود که به واسطه های اداره های مخصوص به زبان موسفیدا، حتی به زبان ملاها، حتی به زبان خطیب ها انداخته بودند. میگفتند مسلمانی در دل است، دل پاکیزه باشد شد. میگفتند خدا را رحمتش بیکنار است، محتاج نماز من نیست. باور کنه این خطا هست، این از اسلام نیست. زیرا خداوند آره رحمتش بیکنار است. وسعت رحمتی کل شیء فساکتبها للذین یتقون. خدا میگه من رحمتم دریای بیکنار است، اما این رحمتی من برای بندگانی هستند که نمازخوانند، روزدارند، زکاتیند. به نماز خدا رحمت نمی کند. دلی که درد ندارد به وی سخن حیف است، سری که سجده نبیند به وی کفن حیف است. همون سه قبطستان حیف است. برای به نماز همون سه قبطستان حیف است. برای به نماز همون 4 موسفید نادان که مهربان میستند الله اکبر میگن جنازه میخوانند، همون جنازه حیف است. برای به نماز همون تابوت حیف است. برای به نماز همون 1 متر زمینه که قبر بگیره همون قبر حیف است. باور کنید این سخن پیغمبرتان است، این سخن خداتان است. خداتان حاضر فرصت داره اصلاح کنید. بعد از نماز دادر عزیز، وظیفه دیگری شما این احترام پدر و مادر است. پدر و مادرتان دوست دارید. جوانایی که اینجا هستید شما هم پدر و مادراتون دوست دارید، زیرا پدر و مادر سبب حیاتی شما هستند. پدر و مادر سبب سعادت شما هستند. پدر و مادر سبب رسیدن شما به خدا هستند. خواهی که شما حامی جان دادر عزیز و مانند حامی جان دیگر جوانایی که پدر و مادر داره، خواهی که شما در این دنیا خوشبخت شوید، خواهی که در این دنیا حیاتتان حیات با سعادت شود، خواهی که در این دنیا تجارتتان با برکت شود، خواهی که دهقانیتان پرفیض و برکت شود، پدر و مادراتان حرمت کنید. وقتی که پدر از در می‌درد السلام علیکم گویان پیشش در خیز پیشواز پدر و مادر خیزه. وقتی که پدر و مادر از خانه می‌خیزد مسجد می‌رود، از کفاش طهارت کنه خیز همراهیش تا مسجد روه که مبادا پدر موسوی در یگان جا سرش تا خورده نغلطد، مبادا در یگان جا پیشپایی نخورد. روی پدرها اول سیاهای خوشا مسجد طهارت میکنن، بچهش در خانه شیشته نمیگه بچه میخه کتی من طهارت کن مسجد را.
شما جوانای عزیز، پدراتان شما را نگفتند شما از علماها شنوی، شما نمونه شوی. شما پدراتان در نشان این اخلاق. پدر و مادراتان دوست داره. امروز کسانی که پدر و مادرشان احترام میکنند، هم در جامعه، هم در بین محله، هم در پیشگاه خدا آبرو دارند، حرمت دارند، احترام دارند. بنابر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند خوشنودی خدا در خوشنودی پدر و مادر است، غضب خدا در غضب پدر و مادر است. کار کنه که پدر و مادر آزار نیابند. رسول اکرم دعای بد کردن همون فرزنده را که پدر و مادرش آزار میتید. رغم انفو رغم انفو رغم انفو من ادرک والدیه او احدهما ولم یدخلاه الجنه. خدا گفتن خار کند، خدا خار کند، خدا خار و به قدر و به آبرو کند، تجارتاش بانکرات کند همون فرزنده که پدر و مادر موسفیدش دریاب میکند یا یکیش در خانه میابد، اما با احترام اونها، با خدمت اونها، با گرفتن دعای اونها خوش صاحب جنت نمیکند. بنابراین دادرای عزیز، پدر و مادرتان احترام کنید. و سیوم وظیفه شما دادر عزیز حامد جان این است که با عروست زندگی خوب داشته باشی. اینجا من همه شما را در نظر دارم، جوانای خوب، موسفیدای تبرک، شما را هم کمپیراتان بالاتان در حق دارد، چگونه ما را خانمامان بالامان در حق دارد، چگونه که کلینچکا بالای بچه های جوان در حق دارند. ما باید همسرمان حرمت کنیم، با عروسامان، با خانمانان، با کمپیرانمان زندگی خوب داشته باشیم. قرآن میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و عاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. خدا میگه ای پیروان قرآن، ای امتای محمد، شما با عروساتان، با خانماتان، با کمپراتان خوش معامله باشید، شیرین زبان باشید، خوش رفتار باشید، خوش گفتار باشید، مهربان و با نوازش باشید. جوانای عزیز، زناتان حقارت نکنید. خودی حقارت گناهی کبیر است، خصوصا برای همسر که وای مادری فرزندی توست، وای پاسبان خانه توست، وای محافظت کننده ناموسی توست، وای مونس شبهای تاری توست. او را حقارت کردن و دشنام دادن، این لعنت خدا را به خودتان آورده دستی. قرآن هیچگاه با ما اجازت نمیدهد که ما همسرامان حقارت کنیم. بعضی جوانا رو میشنوم از شکایت خواهرای اسلامی که مکتوب به ما هر جمعه روا میکنند، شوهر میگه من خواهرت فلان کنم، مادرت فلان کنم. جوانای عزیز، مادری خانم برای تو مادر میشه. ای ناجوان مرد، وای مادری خودت است. پیغمبر خدا گفت لعن الله من سب والدیه. خدا لعنت کند کسی که مادرش حقارت میکند. مگر خوشتامن سزاوار است که او را فلان کنم گویی؟ مگر خواهر زن قیسنگل سزاوار است که وی فلان کنم گویی؟ لعنتی وی خواهر میشد برای تو، وی نکاحش برای تو حرام است مادامی که این در نکاح توست. چی تو شرم نداشته خواهر و مادری خود حقارت میکنی؟ خوب بسیار غضب بود بیاد خوش حقارت کن. آخر بسیار غضب بود میبیا یا روی مالچی که دسترش یک زن، این است اسلام به تو اجازت میده. اما هیچگاه حقارت کردن پدر و مادری زنه، خواهر زنه یا خیش و تبار زنه برای ما اجازت نمیده. این ما از کی یاد گرفتیم؟ جوانای عزیز، مگر پیغمبر ما به ما هم تو تعلیم داد؟ مگر اسلام برای ما هم تو تعلیم داد؟ مگر قرآن برای ما هم تو تعلیم داد؟ نه. این سببی از اسلام دور شدن ماست، سببی از قرآن جدا شدن ماست، سببی از مسجد دور شدن ماست. بنابر جوانای عزیز، همسراتان دوست دارید، همسراتان حرمت کنید. بگاهی که از کار می بیایید، جوانای زیبا، یک دانه گل، یک سو میستد، 50 تیم میستد، بخرید هم ماشین بیاره همسرتانه که از در آمده السلام علیکم گفته دست جته، یک بوسش کنه ببینه چی محبت پیدا می شود. امروز جوانای ناجوان مردی ما
برای زنهای فاحشی کوچه $100 دریغ نمیدارن. اما یک فاحشه اگر بسنش تبسم کنه میره ماشین من بکنه پیش گل فروش 50 خیل گل میخراش. اما برای همسری خودش که مادری فرزند داشت یک گل دریغ میدارن یا یک عطر دریغ میدارن. بنابراین برادرای عزیز، همسراتان دوست دارید. خوب همسر شاید کمبودی دارد، همسر شاید از سبب نرسیدن روزگار یا از سبب آزار بچه ها یگان حالت عصبیت دارد، گاه شاید شما را رنجاند، اما مرد باید با قوه مردی در آزار همسرش صبر کند. در هر روز راحت میبینید. پیغمبر خدا میگه لا یفرق مؤمن مؤمنة ان کره منها خلقا رضی منها اخرى، رواه مسلم. شوهر باید زنش در حال حقارت نکند، در حال با زنش قهری نشود، در حال زنش زیر مشت لغت نگیرد به سبب اندک کمبودی کردگیش. اوقات شور آمده است، لباس من درزمان نکردی یا غرغر میکنی، در حال نزند. الان غرغر کرد، الان اوقات شور آمد، با شب در اوقات شیری میکند. الان غرغر کرد، عصب تو ویران کرد، شب در کرپه میدرا، پشتکات میماله، پاهات میماله، با میشه میخورسند. بنابراین باید مرد در آزار همسرش با قوه مردی صبر کند. پیغمبر بزرگوار ما نمونه است برای مردهای امت. گاه همسراش کردن، اما پیغمبر در مقابل غرغر اینها تبسم کرده میستاد، از اونها قهری نمیکرد. حکایه میکنه صاحب کتاب الکبایر قومای عزیز موسی فیدای تبرکی ما این کج گوش اندازه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه که خلیفه بودن، از هیبت اون کس امپراتورای دنیا به لرزه آمدگی بودن، امپراتور کسرا و روم به خاک یکسان شده بود. نام عمر لرزه در بدن کافر می انداخت سیاستش. یک شخص مانند بای ملاجمه بارین کمپرش همیشه آزارش میداد، غرغر میکرد. گفرم اون پیش حضرت عمر فیراتش کنه، یک کاهیشش کنه، آخی بسیار من غم میتید. گفت بعضی خواهران بسیار بد اخلاق میشن، بعضی مادرها هم بیکار و بکار شوهراشون آزار داد میشن. بوسفیدا کله جنبانده نیست، معلوم که زناش هم خیلی هست. گفت را اون یک شکایت کنم حضرت فیراتش کنه، یکم کاهیشش کنه. شاید گفت دیگه آزار نتی منه. خیس را با های ملاجمه سلش کشان، آسته آسته دانی در حضرت عمر آمد. دروازه چی حضرت عمر او دروازه‌بان نداشت، پنجره نداشت، دروازه چک بود، قلف هم نداشت، از یک چوب عادی. دید که در پوشیدگی از حضرت غیرت نکرد، در کشاد. یک دمک استم گفت تق تق کنم شخشم بران. یک دمک استاده بود که از درون خانه کمپر حضرت عمر دوغ زدی سای حضرت عمر، سلط در گور یا چی نمه بیاری خوریم. این وقت گفته حضرت عمر کاهش دارم. در خانت گوگیر تو آدم باشی، تو خلیفه باشی، خانت گوگیر نداره. و بعضی زنان ما را میگن اما چی داره همه گوگیر نباشه، من تو چه آدمی در خانت گوگیر نیسته. شنید دوغ حضرت عمر بالای صرفه شدید، خواب چیزی نمیگوین. این مردک شنید حیران شد، گفت این سیاست حضرت عمر و پادشاه را لرزه گرفته. این کمپیرش اینقدر دوغ زد، این کس خواب که همین زنی من آلیم نکشته. گفت جانه بیا می گشته میرم پیش کمپیرم و همچی دیگه خساب کرده میستم. گشته رفته بود ای دهنی در که حضرت عمر کرامات داشتن، الله رحمه شد. فهمیدن که باید ملاجمه آمده خستن بر آمدن که رفتی سوی سلش خم کسنش پیش آویزان زیق فیرات کرد. بنده خدا گفتم بیا. گشتن آمدن حضرت عمر زیارت کردن و سلام کردن. پس گفتن چی دا آمدی؟ گفتن نه یا امیر المومنین تو یک آمدم و گشته میرم. نه گفتن چی یکم مقصدی آمدی؟ پرس گفتن. بعدا راست گویم یا امیر المومنین من آمدم نزد شما از خانمم شکایت کنم که بسیار کمپیرم آزار و میتید، شما او رو فیرات کنه، یک سیاستش کنه، یا ترسانش من حرمت کنه. وقتی که آمدم سیاست و دوغزنی کمپیر شما رو در بالای سرتان شنیدم، از زنم راضی شدم. گفتم که شما پادشاه این قدر دوغ تا میزنه، منی بیچاره حالی نکشته هم جان. اینا با گشته میرم. گفتن که حضرت عمر تبسم کردن، گفتن جم بندی خدا، گفتن دوست خدا، گفتن
تو گوش انداز من گم میزنم و خودت انصاف بیا. گفتن خداوند گفتن زنها رو برای ما مونس من قرار داده است. شبها در پهلو ما خواب میرن، طاقه نمیمونیم. هم تو هست؟ هم تو. اشتیا من پیدا شود، شهوان من غالب شود، به سبب اونها خمان راحت میکنیم، آرام میکنیم، زیغ نمیشیم، عصبی نمیشه. هم تو؟ گفتن هم تو. بالا این گفتن لباس ما نمیشوید، غذا ما نمیش آماده میکنه، کرپاهای جای خواب ما نمیپرتا، خانه ما پاسبانی میکنه. بالا این با کودکا ما شیر میتیه، تربیه میکنه، ما در کوچه بپروا میگردیم. حالا هاش کدام همین ها شرعاً در گردن زن واجب نیست، اما آنها به خاطر خانم بودن صاحب خانم همین ها در حق ما میکنن. خیلی یک بار دو بار دوغ زدن ما را با ما جان من تنگی میکنه که هوای صبر نکنیم. لابد ما باید اگر در عوض خدمتاشون یگان کمبودی که اونها کنن صبر کنید. شما هم اگر خامای عزیز به این عمل کنید، کمپیراتون یگان بار دوغ تانزنه با خب کنید، در حقارت نکنید، خست زیری لغت نگیره اونا را. ثانیه مردک گفت که یا امیرالمومنین، آخه همین گپایی که شما گفته کمپیری منم همین خدمت ها رو برای من میکنه، خمیر رو میکنه، اوقات رو میپزه، کودکام رو بانی میکنه، خانم قلاوری میکنه، شبابا در پهلو خامر پشتکام رو میماله، همین خدمت ها رو زنی منم میکنه. حضرت انا جوره بودن وقتی که همین خدمت ها رو که زنی شما هم کی کنه، تو هم در آزار زن گفتن صبر کنده یا دمک میگذاره برات گفتن در حال خفه نشو. بنابر شما هم جوانای عزیز بعضی کمبودی هایی که خانماتان صبر کنه، خداوند شما رو نگه دارد. و میخواهم اینچنین به حامی جان تاکید کنم که شما هم با عروستان زندگی خوب داشته باشه، زبان شیرین داشته باشه، مهربان و با نوازش و غمخوار باشه. دادر عزیز کلین خداوند شما را هم بختیت زندگی خوش نصیب کند. امروز الحمدلله شما صاحب شوهر میشوید، صاحب عائله میشوید، شما عنوان مادری را انشاءالله آینده قبول میکنید. وظیفه شما هم اول این است که نمازاتان خوانید. مادرای عزیز، خواهرایی که صدای من میشنید، نماز برای زنها هم فرض است. خداوند زنها در نماز پیشتر از مردها فرض کردگی است. بنابر نمازاتان خوانید. کدام مادری که کدام خواهر اسلامی که نماز نمیخواند، او را من میگویم که او مسلمان نیست، او را من میگویم که نکاحش با شوهرش درست نیست. بنابر نمازاتان خوانید خواهرای عزیز. خداوند شما اگر نمازاتان خوانید، شوهراتان حرمت کنه، در جنت برای شما لباسهای زیبایی، خانه های زیبایی، گوشوار و چله و گردنبندهای آفریده است که یک روی مال جنت قیمت تمام دنیا را ندارد. خواهرای عزیز، شما را خدا برای جنت آفریده است، نه برای دنیای پرغم و درد. دنیا جایی است که جوانیش پیری دارد، شادیش غم دارد، حیاتش مرگ دارد، بایگریش کم بند. دیروز من جنازه خواندم دیرکتر مکتب خشلا خشور 51 ساله بچه هست، بیچاره شخصی صاحب صحت پیشابش من میشود، میبرم بیمارخانه، با جراحی وفات کرد. آدم بوزبالی که یگان جای درد نمیکرد. این از حیات دنیا. بنابر خواهرای عزیز نمازاتان خوانید. مبادا مرگ بیاد و حسرتی روید، مبادا مرگ بیاد و سر از زمین سجده نکرده روید، آن رو در پیشگاه خدا خجالت شرمنده میشید. شما باید پیرو فاطمه باشید، شما باید پیرو مریم و عایشه باشید، شما باید پیرو خدیجه و حفصه باشید. نمازاتان خوانید خواهرای عزیز. جوان مردای زیبا، پدرای عزیز، کدامید که دختراتان همسراتان نماز خوان نکنید، شما در پیشگاه خدا جواب گرید. به خاطر یک زن خداوند 4 مرد پگه عذاب میکند. یکم پدرش عذاب میکند، دوم شوهرش عذاب میکند، سیوم بچهش عذاب میکند، چهارم اکا و دادرش عذاب میکند. این در 4 کتاب مذهبت قریب ملائک 4 کتاب ها این خواندگی هستید. نبرد خواهرای از نماز تان خوانید. بعد از نماز وظیفه دیگری شما خواهر عزیز این احترام خسور خوشنامتان است. بابا ایشان کرامت شما را با یک دنیا آرزو امید فرزند کرده به خانه بیارد.
شما آنها را دوست دارید، خدمتشان کنید، آب طهارتشان دهید، برایشان غذا آماده کنید، همیشه خانه جای شیششان تازه نگه دارید، همیشه لباساشان شسته دستمال کرده به اونها دهید. هیچگاه برای خسر خوشتامد گپگردان نشو، هیچگاه مانند او کلینای به سعادت بدبخت نشو که از روز اول آمدگی شوهرت از پدرش جدا کنی یا شوهرت از مادرش جدا کنی، از او طایفه نباش. خواهر عزیز صبر کن، خدمت پدر و مادرت کن، خدمت خسر خوشتامن کن. خدا هر روز میشود باز تو هم صاحب خانه میشوی، باز تو هم زندگی علاهده میکنی، باز تو هم صاحب حولی علاهده میشوی. تا آن وقت باریزاگی با دعا اینها جدا شو، انشاءالله خدا تو رو برکه میتید. و دیگر وظیفه شما خواهر عزیز این احترام شوهرتان است. شوهرتان دوست داره، شوهرتان در با وفا باشه، شوهرتان در مهربان و دلسوز باشه. خواهر عزیز وظیفه زن مسلمان این است که زیباگیش برای شوهرش استفاده میبرد، زبان شیرینش برای شوهرش استفاده میبرد، لباسای خوشروش برای شوهرش میپوشد. تو هر چی داری از زیباگی مال شوهرت است. خواه کاسمتیک میکنی، خواه عطر میزنی، خواه گردنبند و گوشوار، خواه لباسی قیمت میپوشی، برای شوهرت پوش. در پیش شوهرت خود زینت ده، نه برای کوچو نه برای توی. خواهر عزیز پیغمبر خدا را پرسیدند که یا رسول الله حقی شوهر بر بالای زن شکر زد خواه یار کردن اما خیستن نیست خواه نیستم موی تاکسی دا اومدیم نیمیران از فرو آرمون هم نفتیانی که اکوز نرکت اونجا فرو آمدیم در پیودا اومدیم که شما تو خوردیم اینجا فرو آمدیم اینجا